گلچین هفته. سلام. 77مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در شور ساخته فرامرز پایور آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه نوازندگان فرهنگ و هنر اجرا کرده است.
پیش درآمد شور ساخته فرامرز پایور را با اجرای نوازندگان فرهنگ و هنر شنید. امروز که نخستین هفته تابستان را می‌گذرانیم، جا دارد که به ترانه داروک یا قاصد باران با صدای شجریان گوش کنیم. آهنگ این ترانه را محمد رضا لطفی بر روی شعر زیبایی از نیما ساخته و فرهاد فخرالدینی آن را برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم و اجرا کرده است.
با بلبل شیدا نام ترانه‌ای است از حسن یوسف زمانی که بر روی چند دو بیتی از بابا طاهر ساخته و جواد معروفی آن را برای ارکستر تنظیم کرده است. ترانه با بلبل شیدا را سیما بینا می‌خواند.
در برنامه‌های گلچین هفته از استاد ابوالحسن صبا آثار متنوعی شنیدید. صبا یکی از نوادر دنیای موسیقی ماست. پدرش کمال السلطنه مردی ادیب و بازوق و همواره در مصاحبت هنرمندان زمانه بود و به موسیقی آشنایی داشت و ستار می‌زد و هم او نخستین مشوق فرزندش به فرا گرفتن موسیقی بود. اولین استاد ابوالحسن صبا موسیقیدان بزرگ میرزا عبدالله بود که چندی نواختن ستار را به وی آموخت و صبا بعدها زدن این ساز را در مکتب درویش خان تکمیل کرد. صبا با اغلب سازها آشنایی داشت و در این راه از محضر بسیاری از استادان زمان استفاده کرد، چنانکه سنتور را از علی اکبر شاهی، ضرب را از حاجی خان، کمانچه را از حسین خان اسماعیل زاده و ویولون را از حسین خان هنگافرین فرا گرفت و مدتی مدید نیز در مکتب استاد علی نقی وزیری شاگردی کرد. مردم ابوالحسن صبا را بیشتر به عنوان نوازنده ویولون می شناختند، ولی می توان گفت که اوج استادی و مهارت وی در نواختن ستار بود. در برنامه امروز یکی از شاهکارهای نوازندگی او را برای شما پخش می کنیم. متاسفانه اکثر آثاری که از نوازندگی صبا باقی مانده در محافل خصوصی ضبط شده و طبعاً دارای کیفیت صوتی خوبی نیست. با این همه هر یک از این آثار نشان دهنده ذوق و دانش و مهارت بیمانند استاد است. به دستگاه نوا با ستار استاد ابوالحسن صبا گوش کنید.
دستگاه نوا را با ستار استاد ابوالحسن صباح شنیدید. حالا به تصنیف شانه بر زلف پریشان با صدای نادر گلچین گوش کنید. این تصنیف عارف قزوینی را گروه سماعی اجرا کرده است. دستو بر من زن ری جان زن دی به هم سر از چوک گری
باده در خلوت رندان زن به ایبه بهان بر دلام دلامی بریگر کجام کجامی بریگر غلط غلط کرد نکنم خطا خطا می بریم ای خطا خطا می بریم تن یک رایی یه من بازو یه تو سیری عشق تو مگر رستم دستان زن به ایبه بهان بر دلام دلامی بریگر کجام کجامی بریگر غلط غلط کرد نکنم خطا خطا می بریم عارفین گونه سخن از دل در آن ممکن نیست دست و بالاتر از امکان زن به ایبه بهان بر دلام دلامی بریگر کجام کجامی بریگر غلط غلط کرد نکنم خطا خطا می بریم خطا خطا می بریم. حالا به تصنیف معروفی از درویش خان با شعر ملک الشعرا بهار گوش کنید. خبر ندارم
بهار مستر منال دیگر که آه و زاری اثر ندارد، که آه و زاری اثر ندارد. هفتاد و هفتمین برنامه گلچین هفته را با رنگ ناز ساخته استاد علی نقی وزیری به پایان میبریم. این رنگ زیبا را گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور اجرا کرده است.
رنگ ناز اثر استاد علی نقی وزیری را شنیدید و به همینجا برنامه امروز ما به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.